فقیه و قاضی و داروغه و مداح و روحانی، همه از کفر مینالند و مسلم از مسلمانی. خدایا از زنان پیغمبری مبعوث کن، شاید جهان مرده را احیا کنی با عشق درمانی. جوانان سعادتمند من زهوارشان در رفت، بفرما پیردانا این هم از نیروی انسانی. به زودی یوسف ایران به قعر چاه می افتد، به دستان توانمند برادرهای افغانی. دریغا لشکر اعراب تا قلب خراسان رفت، به میدان در نمی آیند سرداران ایرانی. گرفتی حال مردم را و از آینده میگویی، چه سود از گل زدن شیخ بعد از سود پایانی. ثوابش کمتر از حج و نماز مستحبی نیست، نشستن پای صحبت‌های زنهای خیابانی. زبان غرق سکوت است و قلم از ترس خاموش است، چرا عاقل کند کاری که بازآورد پشیمانی. شراب تلخ میخواهم که مرد افکن بود زورش، نه پول نفت میخواهم نه آب و برق مجانی.